شاید این عکس معروف رو دیده باشی، ولی میدونی جریانش چیه؟ در سال 1967 ماراتون بوستون، جایی که هیچ زنی اجازه نداشت بدوه، کاترین سویتزر یه زن جوون بود که عاشق دویدن بود. با اسم مستعار کیوی سویتزر ثبت نام کرد تا کسی نفهمه که زنه. صبح مسابقه با گرمکن گشاد و کلاه کنار دوستش تام بین صدها مرد دیگه قایم میشه. همه چیز آروم بود تا چند کیلومتر بعد یهو جک سمپل مسئول مسابقه متوجه میشه که کاترین زنه. با عصبانیت به سمتش میدوه و فریاد میزنه از مسابقه برو بیرون، شمارت رو بده به من. سمپل سعی کرد شماره کاترین رو پاره کنه. کاترین خیلی ترسیده بود، اما تو دلش میگفت اگه جا بزنم همه میگن زنها نمیتونن. تام دوست کاترین به کمکش میاد و سمپل رو کنار میزنه. کاترین با تمام وجودش به مسیر ادامه میده. عکاسی به نام هری تراسک و عکاسای دیگه این صحنه‌های پر التهاب رو ثبت کردن. این عکس‌ها تاریخ ماراتون رو زیر و رو کرد و توی روزنامه‌ها پخش شد. مردم تحت تاثیر قرار گرفتن و حمایت کردن و موج تغییر راه افتاد. چند سال بعد زنان بالاخره تونستن توی ماراتون بدوئن. شجاعت کاترین یه انقلاب بود که با قدرت عکس دیده شد و باعث تغییر شد.